وجود داشته باشه، چرخ کامل میشه. این چرخ بسیار راحت حرکت میکنه. بله. ولی اگر یکیش گرفتاری داشته باشه، چرخ پنچرخ. خیلی قشنگ گفتی. الان فهمیدم. تا الان داشتم همینطور گیج میخوردم که ماجرا چیه، ولی الان دقیقاً فهمیدم چی میخوای بگی. خب عرض کنم که بنابراین وقتی چرخ پنچر میشه، شما باید تمام هم انرژی خودتون رو متوجه اون قسمت بکنیم که بالانس نیست. پنچری اون چرخ رو بگیم. بنابراین شما مثلا نگاه میکنین ببینین که خیلی انسان ها هستن که از نظر مالی موفق هستن. چرا؟ برای اینکه تمام هم و ذکرشون رو گذاشتن روی اون مسئله شاید ایگو یا غرور، یا اینکه میخواستم بگن که من آدم مهمی هستم، ولی یک دفعه اون چرخ سوشال، یعنی عشق و علاقه و فامیل، پنچر میشه. درست. یعنی یارو وقتی میاد خونه میبینی که به قیمت اون مسئله مالی ممکنه زندگی فامیلی خودش رو از دست بده. عشق درونش از دست بده. و اینی که میاد در داخل خونه تو خالی، میاد در داخل خونه نگران، در صورتی که از نظر مالی هیچ مسئله هم نداره. پس من میتونم اینطور فکر بکنم که صرفاً داشتن ثروت و قدرت کمال نیست در بهروزی زندگی. دقیقاً اینطور من میتونم بگم ببینین شما باید امنیت درونی داشته باشین، نه امنیت بیرونی. امنیت درونی عبارت از یک، فکر ماست و عمل ما. امنیت بیرونی اولا که آسیب پذیره. ثانیاً امنیت بیرونی گاهی اوقات هر چی بیشتر داشته باشیم حرص و ولعمون هم بیشتر میشه. چون باز این خود این امنیت بیرونی اتفاقاً کسانی هستن که از نظر مالی بسیار در سطح بالا هستن ولی امنیت بیرونیشون کمتر حس میکنن. مثل غذایی که آدم یک اشتهای کاذبی داره، هرچی بیشتر میخوره هی میخواد باز بیشتر بخوره. وگرنه شما مثلا فرض کنید بین 10 میلیون و 20 میلیون دلار از نظر اینکه شما بخواید نیازهایی رو که ما گفتیم برآورده بکنید فرقی نمیکنه. پس چرا شما وقتی مثلا یارو 10 تا خونه میخره میگه 10 تا خونه باید بشه 15 تا؟ این مقدمه‌ای که گفتیم تا الان من فهمیدم که ماجرایی رو که می‌خوایم صحبت بکنیم چیه و هنوز به تنظیم وقت نرسیدیم و شما هم چیزی نگفتی و من هنوزم نمیدونم با وقتم چیکار باید بکنم. اجازه بدید بریم به آگهی‌ها برگردیم در خدمتتون هستم.